خب سلام، مشتری عزیز زنگ زدن که شیر آبو که باز میکنه آب ور کن روشن نمیشه. خب اینجور صحنه اصلا نیازی شما نیست به سرویس کار زنگ بزنی که سرویس کار بیاد و 400-500 تومن هزینه سرویس کار بدی. خب توی این شرایط یه زمانی هست شما میگی آقا این پرده دیاف وارد شده یا لوله‌های ورودی یا خروجی گیره، یا اگر مغزیای آهنی باشه تو لوله‌های ورودی یا خروجی، اون مغزای آهنی بر اثر زنگ زدگی گیر میکنه و فشار آب ضعیف میکنه و باعث میشه که آب ورکن روشن نشه. خب حالا یک دلیل میتونه داشته باشه تو این شرایط که وقتی ببینی این سوپاپ، یک سوپاپ داره مثلا این سوپاپ کار کنه، یعنی این سوپاپ عمل کنه. شما نگاه کن وقتی شیر آب من میبندم، الان شیر آب بسته میبینید این سوپاپه. حالا شیر آبو که ما باز میکنم، نگاه این سوپاپ میره عقب، این سوپاپ توی قشنگ دقت کنید این سوپاپو. الان نگاه کنید سوپاپو نگاه کن، نگاه این سوپاپ برگشت، این سوپاپ یه حرکتی داره. خب حالا اگر این سوپاپ داره حرکت میکنه یعنی پرده دیاف سالمه. اگر فشار آبتون هم خوبه و این سوپاپ حرکت میکنه، فقط شما یک کار میتونید بکنید که آب ورکنتون روشن بشه و نیازی به سرویس کارم ندارید. خب توی شرایط نگاه شیر آب باز و نیازی به سرویس کار نیست که شما به زنگ بزنید بیاید. الان شیر آب ما میبندیم، این شیر احتراق، ببخشید شیر تنظیم یکم میچرخونید به سمت راست و حالا آبو باز میکنید. آگاه روشن میشه. نیازی هم به سرویس کار نیست. الکی 400-500 هزار پول تعمیر کار یا سرویس کار بدین بیاد براتون یه خورده به اصطلاح به کار ور بره و بگه 400-500 تومن بده، در صورتی که با همین شیر تنظیم شما میتونی کار خودت رو راه بندازی. اگر با این شیر تنظیم چرخوندین و شعلت روشن نشد، دیگه زنگ یک سرویس کار بزنید که بیاد چک کنه، چون لوازم گازی خدای نکرده اتفاقی براتون رخ نده. مشتری عزیزمون زنگ زدن و من هیچ هزینه‌ای نمیگیرم، چون نیازی نیست هزینه بگیرم به خاطر یک شیر. ممنونم.